تصمیم گرفتم درباره سرگذشت عمر بود با میگه صحبت در واقع ربط بوده در حقیقت به این معنی چسبندگی است. به معنی چسبندگی هست و از چه جهت بهش میگفتم؟ به خاطر اینکه این در حقیقت در رابطه دوستی با حضرت ابراهیم به قلب ایشون در حقیقت چسبیده بوده، یعنی در حقیقت گیج شدن به شیوه خیلی عمیق رو میگم. همونطور که میدونید اینها به گناه همجنسگرایی مبتلا بودن. کسی میدونه این اصلا از کجا اومد؟ یعنی مثلا چی شد که اینا به این سمت رفتن؟ خسیس بودن ظاهرا. چرا شد؟ خسیسی بودن. تکراری بود. نه حالا ببین دقیقاً مشخص نیست چی شده، خب ولی آن چیزی که نوشتن مثلا اینا خیلی قوم خسیسی بودن، ایشون درست گفتن. بعد اینا شهرشون همون صدوم که گفتم یه شهر بین راهی بوده، یعنی مثلا به مسیر کاروان بوده، مثلا سمنان مثلا. نه من بین مسیرهای چیز جاده‌های آره مثلا تهران مشهور بوده، اینا یه چی میگن مثلا شهر بزرگ فری بود. بعد کاروان‌ها که می‌گذشتن اینا خیلی خسیس بودن. کاروان‌ها مثلا می‌خواستن استراحت کنن بیان مثلا تو شهر اینا، بعد اینا دوست نداشتن مهمان بگیرن. بعد راهزنی می‌کردن، مثلا حمله می‌کردن، می‌کشتن یه جوری که اینا رو طرد بکنن. یکی از کاراشون هم این بوده، می‌خواستن با این می‌خواستن مسافرها رو طرد کنن، می‌گفتن دیگه نیایید. چیکار؟ بهترین روش فراری داره. مثل قضیه. حالا این چیزی که نوشتن اینطور بوده و اولین بارا این کار کردن، بعد دیگه خوششون اومده دیگه عادت کردن و من سیگار اعلام دادم. یعنی ببخشید یه سوال، یعنی اولش با مسافرا میکردن بعد با خودشون عادت کلن چیز بودن، قریب کش بودن، یعنی کلن کسان شیوه قزوینی‌ها رو پیش گرفته بود. حالا این معلوم نیست این چیزی که نوشته بود چند تا چیز بود، ولی خب این یکی رو بیشتر نوشته بودن که اینطوری بوده. خصاصت در شنا خصوص نمی‌دونم چی و اهمیتش هم اینا اولین بودن در طول این حضرت بودن گفته بودن دیگه، اصلا خودشون هم مهاجر بودن، یعنی مثلا اول از اون متفقات بودن بعد اومدن توی شهر صدوم، یعنی کلا خوب نبودن با این پیامبر. از اول می‌خواستن بیرونشون گفتن تو اینجا جا نده فلان. یه سوال با حضرت لوط هم کاری داشته یا نه؟ خودش قبول نه چیزی که کاری نمی‌شه شما ببینید متوجه شدن که یک آدمای جدید اومد. نیو فیس. آره. بعد ازش میگم مثلا مهمان من هستن، آبرو من نبرید. آره. آره. مردم شهر شادی کنن میان بابا اتفاقا نخند یک اول چیزه چون شما می‌خواید خیلی سخت چرا شادی کنن روی آوردن؟ الان خیلی بطور دارم میکنم. آره اینا هم دیگه نمیگن، اینا چون بخونم توضیح بده خب. توضیح حضرت دوست میاد چیز میکنه، نصیحتشون میکنه میگم نکنید این کارو. نکنید آقا. ولی اینجا میبینیم با این که مثلا حضرت رو دختره خودش هم پیشنهاد میده، بازم اینا میگن نه اصلا این کار رو مثلا ما کاری نداریم، ما همون مهمونات
و می‌بینید که وقتی آدم در فساخ می‌شده یعنی که حتی اگر شما چیز خوبم یعنی یعنی اگر اون در راه حقم بخواد کاری بکنیم اون دیگه کلا وجودش سیاه